اگر خدا ما را جوان میکرد از نو، من باز از نو میخوندم. در زمان ما تحصیل کردیم، حتی زبانی تاجیکی آموزگار نبود. آموزگار عموما نمیرسید، مکتب نبود. حالا همه چی مهیا شده. از اول من ساحه علم و معارف را پیدا کردم، حالی هم قرار دارم. برای چی؟ یگان دولت به این ساحه رشد نمی‌کند. از آن جمله چین به علم معارف یگان دولت دنیا رشد نمی‌کند، ترقی نمی‌کند. ملتی بی‌سواد کجا می‌رود؟ کجا؟ دولت کی آباد می‌کند؟ متخصص، دانشمند، معمار، مهندس، خانه. یک زبان نه، 5 زبان، 10 زبان خارجی را اسکو کنید. یک کس نه، 10 کس را وقت استفاده برید اسکو نمایید. جوانی تیز میگذرد. امروز در وقت ملاقات هم از جانب کاتب و هم از جانب رئیکتور درخواست کردم که 6 نفر این کم است، شما بیشتر بورسیه برای جوانان تاجیک جدا نامه. آنها وعده دادند که 10 بورسیه دیگر برای جوانان تاجیک جدا می نمایند. این تحفه بهترین 10 نفر باز.非常感谢，谢谢你。国务委员兼公安部部长，国家发改委主任，双方办事助理，经济贸易部部长，财政部部长，工业部部长。دوستی عزیزم، واخوری امروزه ما در وجود من احساسات خیلی گرم را بیدار میکند. این سال 35مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته می شود. تحت راهبری شما تاجیکستان در بنیاد دولتداری به دستاوردهای نظررس نائل گردید که این به ما شادمانی صمیمی میبخشد. همچون شخصی که شریکی استراتژی همه‌جانبه چین و تاجیکستان را در دوره نو پیشبری کرده است، امروز به شما عنوان پروفسوری فخری دانشگاه پکین داده شد. این احترام و دوستی عمیقی را که مردم چین نسبت به شما و تمام ملت تاجیک دارند انعکاس می‌کند. در شرایط ناآرامی‌های بین المللی جهان معاصر از ثبات دور است، اما نوابسته از تغییرات در محیط بیرونه، چین و تاجیکستان همسایه‌های خوب، دوستان نزدیک و شریکان با اعتماد باقی میمانند و در روحیه کمک متقابله، اعتماد به همدیگر و رشد مشترک باقی میمانند. جناب پرزیدنت، من آماده‌ام با شما همکاری کنم تا جامعه باز هم متحدتری سرنوشت مشترک را بین تاجیکستان و چین به منفعت مردمان هر دو کشور تقویت دهیم. همکاری کشورهای ما در رویه شریکی همه‌جانبه استراتژی گسترش می‌یابد. روند مذکور جایگاه منفعت‌های مردمان ما میباشند. ما امروز بسته سندهای نو را به امضا می‌رسانیم که جنبه‌های مهم همکاری دو کشور را
فرا میگیرد. در این زمینه میخواهم بر اهمیت امضای عهدنامه درباره همجواری نیکی ابدی، دوستی و همکاری بخصوص تاکید نمایم. این سند همچون آغاز مرحله نوی تاریخی در مناسبت‌های دوستانه و همکاری سودمند دو کشور ارزیابی می‌گردد.